تا الان همه کارمو درست انجام دادم. اگه بتونم پارک دوبلم درست بزنم افسر قبولم میکنه. افسر همه رو میندازه. ببین بعد اینجوری بیام عقب. آقا دارم پارک میکنم برادر. فرمونو بچرخونم. آینم که رد شد بیام عقب. فکر کنم درست پارک کردم. ببینم خیلی خوب پارک کردم. قشنگ بغل جدول. عالی. افسر راحت بهم میگه برو یه ما دیگه بیا با این پارک کردنم. واقعا که این ماشین منه. بابا من توقع داشتم این باشه. نمیشه. نه مثل اینکه نمیشه و سوار این بشم. چیکارش بکنم؟ اوه صدایی میده. صدای ماشین خارجه. آقا اینجا دور زدن ممنوعه برادر. کی بهت گواهی نامه داده؟ آها این پارکینگ این برادره. این پارکینگ من مگه نبود؟ پارکینگ من کو؟ برو کنار میزنم بهت. من اصلا کاری ندارم. من میزنم بهت. اون جا پارک منه. پارک نکن. جا پارکمو گرفت. عزیزم کی بهت گواهی نامه داده؟ میشه پارک کرد. ربطی نداره. وایس آموزش پارک دوبل داریم. بچه ها دقت بفرمایید. اینجا میاید نگاه کن. آینه رو نگاه میکنی. وقتی آینه رسید به لب جدول فرمون رو میچرخونی. نگاه تا ته میری عقب. عمرن افسر بندازتت. بعد میای پایین حاصل دستنج خود نگاه میکنی. بس ببینم. ببین خیلی خوشگل پارک کردم. استارت هم داره. چه باحال. خوشگل پارک کردم دیگه. اذیتم نکن. $80 $100 چقدر شد؟ این رو برم هر دفعه بهم $40 پول میده. یعنی چی؟ خب این که خیلی کمه. ما الان فقط یه دونه تویوتا هلیکس داریم. هایلوکس هم نه. این چیه؟ این کی باز میشه؟ من اینو میخوام. اینا چقدر خفنن. 45 تا ماشین داره. خب ما چیکار کنم؟ دوباره باید سوار شیم. میگه که مسیر بیشتری رو اگه بریم به هم پول بیشتری میده. اینجا $30 استیج 1. اگه استیج بندیشو بفهمم خیلی خوشحال میشم. بذار همینجا پارک کنیم ببینیم چه خبره. ببین چقدر پارک دوبل خوشگلی میزنم. 100% پارک. شد 1. الان هر بار که برم روش بهم 486 تا. مگه 1 نبود؟ چه بازیه. الان یه چیزی رو فهمیدم. من فکر کردم باید از اینجا ماشین بخرم ولی خب نه. باید برم این ماشینای تو خیابون رو بخرم. مگه اینجا چون نمیده. ماشینو بده. چرا عوض شد؟ چند تا پول دارم؟ 21000 تا. این 16000 تا یه بد نیست. اینو بده. مینی کوپر. چه باحاله. قبلی خیلی بهتره. نه اینم نمیپیچه. بابا چقدر سخت میپیچن. برو کنار آقای لامبورگینی. چرا سبززار میره؟ این تازه اومده تو بازی مثل ما. ماشینش هم اولیه است. نه برای چی با اینجا پارک کنم؟ میرم استیجای بعدی. تصادف کرد. تازه اومده نمیدونه اینجا از اینا داره. هنوز استیج بندی رو نفهمیدم. چه جوریه که میشه هر استیج پارک کرد؟ چه چیزی جلو داره ما میشه که نریم استیج بعدی؟ ما که داریم میریم. بنزینمون تموم میشه. استیج 15. استیج آخر قفله. Park at this stage is proceed. استیج 16 قلفه. تا استیج 16 بیشتر نمیتونیم بریم. ببینم. خب این چرت و پرتا رو اینجا گذاشتید خیلی سخت میشه پارک کرد. ولی نگاه کن. فرمون میاری تا اینجا میچرخونی. دید رفتیم تو جدول. خیلی عالی. 100%. چه پارک خوشگلی زدم. نگاه کن 45 سانت به جدول فاصله داره. اول بذارم بفهمم بازی چیه. دارم کار میکنم بعدا استارت پک بخرم. این چند کا میده؟ 5. این ماشین بهمون 16000 تا میده. این ماشین آشغالی فقط 4000 تا. بذار ببینم چند تا ماشین شد. 2 تا ماشین تو ایندکس بعدی. مینی کوپر. اینا همه کامانن. بعد یه دونه ماشین رو ریر بخرم. پولمو جمع کنم. لامبورگینی چقدر میخواد؟ لامبورگینی هوراکا 34 میلیون. من فقط 200 کا دارم. چه خبره؟ این 80000 تا نمیخوام. این چقدر؟ 46000 تا. ما چقدر داریم؟ 241000 تا. میتونیم اینو بخریم؟ نه 22000 تا. 220000 تا. یعنی میتونی فقط این بهتره. من اینو میخوام. فورد موستنگ. چه ماشین خفنی خریدم. راضید؟ احساس میکنم کردن تو پاچم. یه ورش رنگه. چه سرعتی داره. این ونا رو هم میتونستم بخرم. 300000 تا. این ونه 230000 تا بود. کاش اینو میخریدم. وای اشتباه کردم. خب استیج 3 یه ذره هندلینگش بهتر شده. ماشینا اینجا رو میتونم بخرم؟ هر ماشینی تو خیابون باشه میتونم بخرم؟ یا فقط از شهرکمون میتونم ماشین بخرم؟ هنوز خیلی چیزا رو نفهمیدم. یه ذره ماشین پت و پهن جلوش میگیره. ننویسید تو کامنت ها کی بهت گواهی نامه داده. بچه ماشینم ترکید. نه ندارم پول. پرید. یعنی تمام پولام پرید. نه 240 کام بهم پس داد. دستش درد نکنه. سلام آقا. یه ماشین خوب دارم 150000 تا.
چون تویی. یه لکه رنگ داره. نمیخوای؟ وایسا عزیزم برادر. بیا به خدا یه لکه رنگ داره فقط. این کاره نیستی. این 8000 تا چرا این ماشینا عوض میشن؟ این آخرسا رفتی اینو خریدی کردن تو پاچت بدبخت. من ماشین بهتر داشتم. تو هم دنبال ماشین میگردی. 900000 تا پول داری؟ نگو به قیافت نمیخوره. بذار اینو بخرم. 140000 تا دوج چارجر. بابا راه برو دیگه دوج چارجر. نه بعد جا نمیره. حواسم باشه دیگه تصادف نکنم. تمام زحمت هامون به باد میره. همین الان گفتم یه چیزی رو خیلی دوست دارم تست بکنم. اینجا چرا اینجوریه؟ همیشه ما اینجا داستان داریم. الان این بغل زده اسکیپ 10 استیج فقط برای این ماشینه؟ یعنی من پول بدم فقط این ماشین 10 استیج میره جلو، یا همه ماشینام 10 استیج میرن جلو؟ شهرداری اینجا رو من پیدا کنم. نماله خورد. ماشین نصفش رنگ شد. باید ببرم پیش صافکار. این وسط میشه رفت؟ نگو که نمیشه رفت. نصف ماشین رفت ولی خب اون وسط رفت. همون اول پارک کنم دیگه. 20 تا استیج بیام بعد بازه برم پارک کنم. 20 استیج 21 تموم شد. اینجا باید پارک کنم. ببینم کاری نداره که بابا. من سلطان پارک دوبلم سوب. امروز براتون آموزش پارک دوب دارم بچه‌ها. نگاه کنید صدایی میدن نزدیک ماشین. شما میاید عقب، بعد وقتی که دستگیری درتون رسید به این مانع، فرمونو تا ته میچرخونید. به سمت عقب میرید. هر موقع توی آینه دیدید این چرخ عقب رسید به جدول، فرمونو تا ته میچرخونید به سمت اینور. نگاه تا آموزش‌های دیگه بدرود. واقعا حتما باید اینجوری برید هفته بعد بیاد، چون افسر قطعا میندازتتون. چقدر بهمون پول میدن دقیقاً تا استیج فلان رفتیم. یعنی یه چیزی فهمیدم. من فکر کردم اینا تا یه حدی میرن بالا، ولی این همینجوری داره بهشون اضافه میشه. نگاه کنید 240 کا. خب 240 کا رو من گرفتم. نگاه کنید آفلاین که باشی 1.5 میلیون پول داریم. اینا همینجوری میرن بالا. چقدر باحاله. چه حالی میده این بازی. این چیه بچا؟ 1 میلیون پول دارم برم یه ماشین خفن بخرم. is that سوپرا؟ is that نمیخوام همینو بده. چی شد؟ 490 میلیونه بابا. ریاضیم هم ضعیفه. خیلی خوشحال شدم. این دیگه 900,000 تاست. اینو دیگه بده بهمون. چه ماشین خفنی خریدم از بغل خیابون. ببینم تاپ اسپیدش چقدره. 56 تا چه رایی میره. بد کنار. چه پیاده شدم. سوار شو. پس چی شد؟ هرچی استیج بیشتری بری توی پارکینگ ماشین بهت پول بیشتری میده. بله راضیم. دفعه قبل فکر کنم تا همینجا اومدیم درسته؟ بله چون اینجا جدیده. من همینجا پارک نمی کنم. من با برم. من تا آخرین استیج پیش میرم. نزدیک ماشینم بهتره که. استیج 23 8000 تا بده بیاد. استیج 24 860 بده بیاد. استیج 25 9000 تا. استیج 26 جلو باید باز باشه آدم گاز بده. استیج 27 جدول گذاشتن اینجا من نمیفهمم. بله استیج 29 دوباره باید. این ماشین خیلی درازه. پارک دوبلش سخت میشه. رو چه دقت کنید اگه افسر بهتون گفت اینجا پارک دوبل بزنید بگید نمیزنه. چقدر شد؟ 160,000 تا بده بیاد. 500 600,000 تا 2 میلیون. این از همه کمتر داره پول میده. چرا؟ تو ماشین خوب من بودی. اگه گاراژم پرشه باید چیکار کنم؟ من اینجا باید یه دونه چیز بذارم، نگهبان بذارم. میان ماشینا رو برمیدارن میبرن. نگاه کن چه پولی میده. یه ذره میاد اینور میشه 1 میلیون. الان بریم یه ماشین پارک کنیم بیایم اون شده 2 میلیون. 7 میلیون پول دارم. ببینم چه ماشینی میتونم بخرم. GTX 500 700,000 تا. نه من پولم بیشتر از این حرفاست. 2.5 تریلیارد 70 میلیون پورشه. آقا یه ماشین در خور شأن من بدید ببینم. اینو دیگه میتونم بخرم که. بله تونستم یه دونه آودی بخرم. آودی چه سرعتی داره. بید کنار. نزدیک بود همین اول کار ماشین به فنا بره. دیگه از اینجا به بعد فقط 2 تا استیج اول نشون میدم و 2 تا استیج آخر رو، چون خیلی طول میکشه اگه بخوام کلشو بذارم. همین فقط میگم که تا چه استیج چند تونستیم با این ماشین پیش بریم. استیج 30 استیج 32 بله اینم استیج 33 که استیج آخره. یه پارک دوبل ایزی. نه ایزی نیست به اونوری پارک کن. آقا درست ماشینتو بذار دیگه برادر. چه طرز پارک کردنه.
افو میزنیم. با نمیخوام کوشش. چقدر خفن. ببینم این چقدر بهم پول داد. 7 میلیون بده بیاد. تو چی؟ 1.80 خاک تو سرت. 495 تا خاک تو سرت. 130 تا خاک تو سرت. تو چی؟ هیچی نگذشته داره بهم 1 میلیون پول میده. بده بیاد. برم یه ماشین دیگه بخرم. 15 میلیون پول دارم. با کمبود فقدان ماشین روبروی. ماشینا کوشن. آها این 10 میلیونه. فورد F150 رپتور. عجب ماشین خفنیه. یا بلفس. تمام پولامو دادم رفت. قیافش نمیخوره ماشین آفرودی انقدر راه بره. از تمام ماشینایی که خریدم تا الان بیشتر راه میره. خیلی خفنه. داریم برای استیج آخر. استیج 44. بله 45 هم باز. تهش کجاست با این فورده؟ ما باید با این ارو جدول رد شیم. بعد میخوریم به جدول آسیب میزنه بهمون. یعنی چی؟ استیج 46. بله استیج 46 استیج آخر است. همینجوری بریم تو دیگه. اونوری نه. البته راحت تره اونوری. این پارک ساده ترین پارکیه که میتونیم انجام بدیم. 99% بای بای. فورد خاک تو سرت. 194,000 تا فقط بده بیاد. 739,000 تا 2 میلیون بده بیاد. 10 میلیون. به به. فورد عزیزمو ببینم. تو هم بودی؟ چند تا ماشین دارم؟ 22 میلیون. فورد عزیزم 2 میلیونو بده. اب نداره. بده پولاتونو بده. این دوتا رو من پر کنم. 59 میلیون پول دارم. این 34 میلیون دیگه انشالله دیگه میتونم بخرم لامبورگینی هوراکا. به به بچه‌ها ببین چی خریدم. میشه رفتین تو؟ نمیشه. موبین جی. ببینم بریم تو پارکینگ اینا ببینیم اینا ماشیناشون چی جوریه. نظرتون چیه؟ وایتی تاپ 4LK. چه اسم سختی. میتونم برم تو؟ ببینم میتونم پولای وایتی رو بدوزم. وایتی پولاتو بده؟ نه نمیتونم. وایتی وضعش خیلی هم بهتره. پارکینگشو نگاه کنید چه ماشینای خفنی داره. سوپرا، لامبو، بوگاتی، دوباره یه لامبو، پورش، مکلارن. وای چقدر داره پول در میاره. منم میخوام مثل اون شم. یه دور پلیسی. واقعا افسردگی مزمن گرفتم پارکینگشو دیدم. ولی با لامبورگینی به نظرم نیاز نیست تا استیج آخرم بریم. استیج 6 نرسیده پولامون شده 30,000 تا. خیلی خوب داره پول میده لامبو. بده کاری کنیم. یه ضرب در دو کش هم میخرم. 5 دقیقه سب نداره. بده بیاد. اوکی. الان نگاه کن چقدر زیادتر داره به پولام اضافه میشه. بریم برای استیج آخر. بعدم میاد اینجوری جلو مسیر رو بستن بعد 300 تا دور بزنی. مثل آدم از استیجمونو بریم. نگاه کن. استیج آخر استیج 40. چرا باز نشده 40 برام؟ باید اینجا پارک کنم. اینجا ماشینای ذره خفن تر. چرا اینجا چقدر سخت. اب نداره. میریم تو جدول دیگه. اینجا که افسر نداره ببینه ما چی کار میکنیم مگه نه بچه ها؟ دیدید؟ خب خاک تو سر 677,000 تا 2.5 میلیون. 10 میلیون. همین الان شد 1 میلیون. فورد F150 50 میلیون بهم داد. یس بیا ببینم. 200 میلیون پول دارم. پول آقای خرچنگ. 200 میلیون پول دارم. این چقدر میخواد؟ 620 میلیون. 7,000 تا دیگه دوست ندارم. یه چیز خوب به من بدید. 58 میلیون خوب نیست نه. 750 میلیون اینو دارم یه دونه تو پارکینگ. نه یا حالا که ما پول داریم اینجا ماشین نیست. لامبورگینی رو دارم دیگه. اونو نخر بذار من بخرم. 750 میلیون اصلا پول ندارم. خودت بخر بابا. آقا برو ضرب در 2 زدیم. یه ماشین الکی ترکوندیم. یه ساعت هم دنبال خرید ماشین بودیم. به خدا انقدر اینا سرعتشون زیاده تو دوست داری گاز بدی بعد تصادف میکنی. خیلی حال میده واقعا. ماشین خفن. همینجا داری پارک میکنی با ماشینت. برو. استیج 38 بسته شد. چه ماشین آشغالیه. همچین ماشین خفنی نبوده تا استیج 38 فقط 500,000 تا داد. حال نکردم. چرت و پرت خریدیم. پولمو دادم رفت. آشغال خریدم. بده بیاد. پول بده. پول. الان گاراژم پر شده. باید چیکار کنم؟ منو میتونم این گاراژو بخرم. فقط یه جا مشخص میشه که ماشین بعدی رو بخرم برم برسونمش تا ته. بعد ببینم باید چه اتفاقی میفته.
چرا دیگه میگم دارم دیگه. بله میتونم پورشه بخرم بابا، اینقدر فقیر نیستیم. پورشه رو بده بیاد. چه سرعتی داره، چه پولی میده. خیلی بعد این بازی برم یه دست بازی ماشین بازی روبلاکس انجام بدم، خیلی حال میده اگه ماشینم سالم بمونه. داداش بندازیم بابا، الکی اونجوری گاز زده برادر. بندازیم یا نه؟ کجا کی بگو، همین الان بندازیم. بیا. رفت تو دیوار بعد خدا تصادف کرد. بیا وای میستم آوانس بهت میدم. برو 3 تا اتوبوس آوانس. برو اب نداره. برو. رفت. خب نه این جاده اینجا چقدر ترسوه. من ماشینم پورچه، تو چی؟ بابا این کاره نیستی برکن. استیج 37 چرا دیگه تهشه؟ من نمیفهمم. اونوری بپار کنم چشم آقا. اینجا با این که نمیشه دور زد، ولی من دور میزنم رو خط آبر پیاده. این خیلی ماشین خفنی بود. 1,034,000 به همون پول داد. کجا گذاشتش؟ ماشینم کو؟ ببینم آقا ماشینم کو؟ اینو نمیتونم سل کنم. آقا بعد اینو بفروشم. وای بچه ماشین به فنا رفت. نرو تو گاراژ من. چه فضولیه، نمیتونی سوار شی عزیزم، نگران نباش. 1,000,000,000 چه خبره؟ تمام زحمتام به فنا رفت. پورچم کو؟ بالاخره تونستم یه ماشین پیدا کنم پس از سالها. بده بیاد. 100 میلیونه. قیافش نمیخوره نه، ولی 100 میلیون پولش دادم. همچنان باید چه رای میره. نزدیک بود تصادف کنم. تصادف. خب استیج 4 بریم برای استیج آخر. پارکش کنم ببینم چقدر میده. استیج 47 واقعا به قیافه ماشین قرمزی 100 میلیاردی، نه 100 میلیون بود فکر کنم. 100 میلیارد نبود، ما اصلا 100 میلیارد نداشتیم، ما نهایتا 1 میلیارد داشتیم. خدایی به قیافش نمیخورد. از همه ماشینا استیج بیشتری رفت و پول بیشتری داد. یه ذره دیگه میرفتیم پولش میشد 2 میلیون. خوب پارک کردم دیگه. بده. ماشین قرمزی چقدر پول میده. پول بدید. پول 100 میلیون، 1 میلیون، 2 میلیون. اینا چقدر به درد نخور شدن. 31 میلیون، 72 میلیون، 60 میلیون، 24 میلیون. 1,5 میلیارد پول داریم. ماشین بعدی که باید بفروشم اینه. این به درد نمیخوره. بده بره. چیه این؟ ماشین به پول بده. نگاه کن. بدید بیاد. ماشین 1 میلیاردی خریدارم نبود فروشندای محترم. 1 میلیارد 1 میلیارد 2. اینا خیلی ارزونه. این ماشین خیلی سوار وانت فری شدی. آستوریا رپید 58 میلیون. جان بده بیاد. ماشین بدی نیست. امیدوارم که واقعا ماشین بدی نباشه، چون من خیلی پول دارم. 1,5 میلیارد پول دارم، ولی فکر کنم نه دیگه واقعا پول ندارم. نو تانکس. ماشینم ترکید. خیلی عالی. 1,5 میلیارد. حداقل خوبه پول ماشین رو ازمون نمیگیره. دوباره همون 1,5 میلیارد مونو داریم. ببینید چی پیدا کردم. بوگاتی. یس 1 میلیارد. بابا چیزی نیست 1 میلیارد. بده بیاد. چقدر خفنه بچه‌ها. این آخرین ماشینه و اگر که این ویدیو رو دوست داشتید میتونید با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن به هم بگید که من باز هم از این ویدیو بسازم، چون ایندکسمون دیدید که خالیه. میشه کل ماشینای ایندکس رو براتون پر کنم. بوگاتی چقدر خفنه. چه رایی میره. نه میتره که پول ندارم دیگه تعمیر کنم. داریم یه جا بتونم گاز بدم ته سرعتشو ببینم. قد اینجا دست انداز داره. بوگاتی ترکید. نه ریکاور. این آخرین ریکاورمه. نمیخوام بوگاتی رو، نمیخوام از دست تو رو قرآن بدش. تو جان هر کی دوست داری بوگاتی رو بده. غلط کردم. به گوز بنده بوگاتی. ببین این یکی از اون ترکیدنایی بود که بهتون گفتم. شما یکیشو دیدید. دیگه آروم میرم. غلط کردم. نه دیگه کاری ندارم. آروم ریلکس. کاری نداریم. بیکار نشستیم اینجا. برای چی باید گاز الکی بدم؟ نه وسوسه میکنه. صدای موتورش وسوسه میکنه. نگاه کن. چه رایی میره. اگر که سالم بتونم برسونم به استیج آخر، فکر کنم این بهترین ماشین گاراژ میشه. اگه میشد یه گاراژ دیگه هم خرید خیلی خوب میشه. ماشینای سرعتی داره. ماشینای ایندکس رو بخوای پر کنی، بخوایم دونه ماشینا رو الان میتره که نکن. بذار همونور بریم آقا. نمیخواد. دست درد. ممنونم. نمیخوادم واسه گاراژ رو باید خالی کنم. یعنی ماشین خوبا رو باید بفروشم. نمیشه یه گاراژ دیگه خرید واقعا. برو.
شاید سوال باشه براتون چرا این شکلی جلو، چون لود نشده اینترنتمون ضعیف. استیج چندیم؟ 24 تازه. این فکر کنم حداقل تا استیج 50 بره. استیج شد 28 و 1 میلیون بهمون داده. تا الان از همه ماشینا بهتر بوده. بچه ماشین فروختم تو گاراژم، نریم اینو تا آخر بعد نتونم بذارمش تو گاراژ. آخرین بار که اینجوری شد یادم رفته بود بفروشم. وای چه بلبشویی. چرایی میره پولمونو 2 میلیون. بله استیج 37. بله استیج پایان نداره. استیج 48 و استیج آخر استیج 48. بریم. نزدیک بود بهتره که وای تا اینجا اومده بودم فکر کنم میگفت بوم بازی رو پاک میکردم دیگه. روبلاکس بازی نمیکردم. امیدوارم جا داشته باشیم تو پارکینگ. بله خالی کرده بودم. وای هیچی نگذاشته. 3 میلیون پول داد. بده بیاد 57 میلیون 130 میلیون 110 میلیون 44 میلیون 193 میلیون 211 میلیون. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو نگاه کردید. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره که منم براتون بیشتر پلی بدم. قربانت. خداحافظ.